هرمون میخوری توی سیاه زمستون؟ لباسا مهم نیست مامان، اینا لباس قواصیه. الانم که زمستون نیست. برو زود باش. برو لباسات عوض کن. غذات هم گذاشتم رو اجاقا، هنو گرما. برو بخور. برو. غذا؟ من چند روز اینجا، چند روز غذا نخوردم. خیلی خون ازم رفته. وای الهی بمیرم. چرا اینقدر رنگت پریده؟ خودش گم شده. شناسنامه خودش پا داره، راه میفته میره گم میشه. شناسنامه؟ مگه او هم گم شده؟ نه پس از صبح تا حالا داری دنبال چی میگردی تو؟ هیچی، همین شناسنامه‌ام. کجا؟ میگم نمیدونم. من خود خونه رو زیر رو نکردی. مامان شناسنامه‌ام بده، میخوام اسممو ببینم. بسم الله، پناه بر خدا. به اسمت هم دیدن داره. ها خب میخوام بدونم اسمم چیه. دروغ از شاخدارتر نبود بگی. من که میدونم شناسنامت رو بودن چی. هری چی میخوام؟ حتما میخوام برم یواشکی جمع بگیرم. کاشکی والا برای این بود. تو یه حریف بچه تو حالت عادی نمیتونی بری زن بگیری، چه برسه بری یواشکی. مامان اینقدر به من نگو بچه. بعدش هم پسی مریم کیه ای وسط؟ مریم؟ مریم کیه؟ خب دوستم خیالاتی شدی. نه واقعا داری تو خواب و خیال سیر میکنی. اون وقت توقع داری شناسنامت هم بدم دسته پاشو بری جمع. بفرما. دیدی شناسنامه‌ام هم قایم کردی؟ حالا تو هم دیدی سر منی که نمیتونی شیره بمالی. تو هم شناسنامت میخوای برداری بری جبهه. هر وقت 20 سالت شد اون وقت هر کاری دلت خواست بکن. الان نمیشه. ماما فکر نمی کنی خیلی وقت از 20 سالگیم گذشته؟ سر هر کی کلاه بذاری سر منی که خودم به دنیا آوردنه که نمیتونی کلاه بذاری. مامان شناسنامه‌ام بده. دست من نیست. خوش برو از بابات بوس. بابام؟ بابام کجا؟ من چه میدونم. خب برو پیداش کن. من توی شرایط باید دنبال رضا باشم نه بابا. خدا رو شکر همیشه دوستات به خانواده ارجحیت داشتن. چه ربطی داره؟ اصلا شناسنامه نمیخوام. اسمم بگو. اسمت